هذا النور شفاء صدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زندگیش کشتیگیری کرده است؟ نوعهای گوناگون بازی‌های ورزشی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به آنها مشغول شدن را اجازه داده است زیادند. تمرین آب و تاب بدن مسلمانان را چه از جهت روحی و چه از جهت جسمانی برای عبادت و عملهای اسلامی آماده می سازد. یکی از نوعهای ورزشی که در اسلام حلال است این گشتین گرفتن است. در روایت ها آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یک نفر که نامش رکانه بود گشتین گرفت. هرچند رکانه در باز و توانایی معروف بود، اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یک مراتبه گشتین گرفتن او را در زمین زد. در روایت های دیگری آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با رکانه گشتین گرفت و او به نهایت قوی بود و گفت هر کسی در گشتین گرفتن غالب آمد با او یک گوسفند می‌دهد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم رضایت دادند. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم با او گشتین گرفتند و بالای رکانه غالب آمد. بار دوم رکانه خواهش کرد، باز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم او را در زمین زد. رکانه در ناموس آمده و گفت بار سوم همراه من گشتین بگیر. باز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم او را در زمین خوابانید. رکانه گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شرطی که ما داشتیم، یعنی کسی غالب آید به او گوسفند میدهد، پس من به شما گوسفند بدهم. در خانه جوابش را چی میگویم؟ آیا بگویم که یک گوسفندم را گرگ به هلاکت رسانید؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت من تحمل ندارم که هم تو را در زمین بزنم و هم از تو گوسفند بگیرم. بیا و گوسفندهایت را همراهت ببر. همه این نوعهای مسابقه هایی که در حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدند حلالند، اما کدام نوع ورزشی که مانع نماز مردم شود حرام است. در فصل بهار مردم نوروزی کرده مسابقه های گشتینگیری آماده می کنند، اما روزی دراز تماشا کرده نماز عصر و شام را فراموش می کنند. دیگر نوع ورزش که این مسابقه دو است، این مسابقه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و صحابه ها نیز این عمل را انجام می دادند و از همه صحابه که تیز می دوید حضرت علی رضی الله تعالی عنه بود. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر دلخوشی و خرسندی اصحابش با عایشه رضی الله تعالی عنها مسابقه دو را انجام می دادند. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می گوید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با من مسابقه می کرد. من او را گذاشتم. مدت گذشت که من خسته شدم، پس دوباره با هم مسابقه کردیم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم غالب آمد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این برد در مقابل آن باخت. روایت احمد و ابو داود. فقها و علمای اسلام از این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم خلاصه برآوردند که مسابقه دو چه بین مرد باشد و چه بین زن محرم و یا بین همسرانش درست است. علما گفتند که در همه نوع مسابقه علم، شخصیت، کلانسالی و خردسالی اهمیت ندارد. زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عایشه رضی الله تعالی عنها مسابقه کردند در حالی که عمرش بیش از 50 سال بود. دیگر نوع ورزشی که در اسلام حلال و درست است این تیراندازی است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب را میدید که تیراندازی میکردند. آنها را تأکید میکرد و میفرمود شما تیراندازی کنید من هم با شما هستم. روایت بخاری. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه نوع ورزش را یک کیفیت نمی حسابید، بلکه تأکید میساخت که این یک قوت است برای مقابله دشمن. خداوند در قرآن میفرماید هرچند میتوانید در مقابل دشمن قوت و نیرو مهیا کنید. سوره انفال آیت 60. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث‌های زیبای خویش درباره تیراندازی چنین بیان کرده است آگاه باشید قوت، قدرت، مهارت در تیراندازی است که این سخن را 3 بار تکرار کردند. روایت مسلم.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسانی را که تیراندازی میکردند و حیوانها و یا دیگر جاندارها را نشان خود قرار میدادند منع نمودند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مردم را از اذیت و آزار حیوانها منع کرده است و کسی که این عمل را انجام میدهد او را لعنت نمود. عبدالله پسر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه جمعیت را دید که به سوی حیوانها برای تمرین نشان گرفتند. به آنها گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعنت کرده است کسی را که جانداران را نشان خود قرار میدهند. متفق علیه. بعضی مردمی هستند که برای شکار کردن و یا برای تیرپرانی را یاد گرفتن پرنده ها را نشان خود قرار میدهند که این هم گناه است، زیرا آن پرنده ها هم مثل ما و شما زندگی و روزگار شیرین دارند، اما بعضی مردم این پرنده ها را با سنگ و یا با تیر زده میکشند و او را از حیات محروم میکنند. باقی خداحافظ.